خاتون دیدی پیشگویی این سال کاشی محقق شد. حتما از این واقعه شادمانه، اما به خیالش هم نمیرسه که چه سیاستی براش تدارک دیدی. خوشحالیم از این که همه بزرگان سمرقند رو در این ضیافت می‌بینیم. جا داره که سرخوشی و رضایتم رو نسبت به جهد و کوشش عالمان سمرقند که پایه بلد علمی رو در ایران زمین محکم خواهند کرد ابراز کنم. به سرورتون ادامه بدید. جمشید رو نمیبینم. کاش بودی. هستی فقط نمیدونم چرا با من حرف نمیزنی. قهری. الان وقتش نیست. وقت قهر نیست. سرم شلوغه، کلیم کار دارم. اگه بدونی بعد تموم شدن رصدخونه چه کارا داره. ولی باز برای تو وقت ندارم. میخندی؟ هستی. ای امیر جوانبخت، شادی که کنون امارت تو همی گشته با وزارت جفت. سروش غیب به هر بامداد مژده دهد، تو را که دیده روشن به شام تیره نخفت. نوید این کرم خسروانه هر که شنید، چو غنچه شد به تبسم چو برگ گل بشکفت.
به آشکار و نهان لطف شاه با تو بود. گمون کردم ضیافتی با شکوه‌تر از این براتون تدارک دیدن که در مجلسمون حضور نیفتید. وعده داشتم با دلم روا نبود تأخیر. تردید ندارم که این شعر رو قبلا جایی شنیدم. هنرمند که محتاج دست عمرا شد چیزی از سلطنت هنر باقی نمیمونه. یعنی قلب و تقلب به کیسه زر میارزه؟ زر کلام شاعره که آلوده تملقه، دیگه ما بقیه چه اهمیت داره؟ گدای کوی تو بر هر زبان شنید و بگو. شما که مدح خودتون رو میپسندید بیتی بگین. هرچند ملک حسن به زیر نگین توست، شوخی مکن که چشم بدان در کمین توست. کار رصدخانه به اون پایه رسیده که بتونیم محاسبه زیج رو آغاز کنیم. کارستون تعجیل بر نمیداره، هنوز یه مقدماتی لازمه. اما گفتی که کار رصدخانه رو به اتمامه. شما که بهتر میدونین رصدخونه اسبابه، زیج فن محاسبه است. دلم نمیخواد خطاهای قدما رو دوباره تکرار کنیم. این همه وقت و هزینه و کاهلی و قصور بر نمیداره. صبور باشید. گر امیر بزرگ رخصت دهند میهمانان ترسای ما قصد دارند مراسمی را اجرا نمایند که البته رعایت جانب شهر در آن شده است. Quello che vedranno i signori è un'arte delle terre lontane, si chiama teatro. Sono degli attori che impersonano delle storie. آنچه بزرگان شاهد خواهند بود هنری است که در سرزمین‌های دوردست به آن تئاتر گفته میشه که در آن داستانی توسط اشخاصی نقش پوش روایت میشه. تئاتر؟ جالبه، اما این خلاف آیین نیست؟ چرا باید خلاف آیین باشه؟ هم روشنایی فکره، هم انبساط روح. چه فایده که ما از این کلام چیزی نمیفهمیم؟ پس شما گوش و هوش ما باشید تا بفهمیم اون چرا که میشنویم. Cominciate per favore. در همه امور داد و ستدها از خرید گرفته تا فروش از من انتظار دارید تا شما را یاری کنم. من باید به شما کمک کنم تا شما را به غیر رسیدن به درآمد بیشتر هدایت کنم و اینگونه ثروتمند شوید. خب شما همه می‌دانید که خدایان مرا به عنوان خدای ثروت برگزیدند. بنابراین ساکت باشید و به این کمدی گوش دهید. عاقبت بدی خواهم داشت. دارم به مشتاش فکر میکنم. میخواد نابودم کنه، بکوبه به صورتم. اگه پیدام کنه کارم تمومه. شاید جوری بزنم تا هوش و حواس از سرش بپره. برای استخوان‌هاش متاسفم. مشت‌های من برای نبرد آماده‌اند.
بوی آدمیزاد میشنوم. نباید زیاد دور شده باشه. در متون فارابی و بوعلی جای جای اشاراتی به کتب مردم یونان و رسائل لاتین شده. اراده کردیم این زبان رو یاد بگیریم. و چه کسی بهتر از این بانو که به نظر با کمالات میاد و دارای فراستی بدیه. Mica sei impazzita! Giuro di aver detto tutto. Se sarà diverso da quello che dico, che il potente Giove mi distrugga. Che preghiera! Ho giurato onestamente. No, che non parli più di queste cose. Allora, basta così. Di che cosa parliamo? Continua a dire. Silenzio. Prego, alzate. Chi ha preso la mia mano? La sua serva, Romia. Ho una paura tremenda. Accordate il Giove. Pensate di essermi incastrato nell'inferno. Perché sei? محب تماشای چه هستی شاعر بچه؟ نمایش رو میبینم. نمایش رو میبینی یا نمایش سازو؟ ببین شاعر بچه، زیاد خودتو با فکر و خیالات عبث مشغول نکن. در این ملک هرچی زیبایی است به زیر نگین ماست. فهمیدی؟ به زیر نگین ما. محمود مگه برای ضیافت امروز غزل نگفته بودی؟ نخونده میری؟ از حوصله‌ام خارجه. میگن شاعرها اسیر چشمای سیاه میشن. این خلعت از طرف ما به شما عطا میشه به نشان سپاس از زحماتتون. منم یه هدیه دارم براتون. اسبابی که طالبش بودین. این همون طبق المناطقیه که پیشتر شرحشو دادم. پیشکش. این همونیه که چند استرلاب در دل خودش داره؟ جام جهان نماییه برای خودش. جام جهان نما و جمشید این دو بیشتر به هم موزونند. پس از این به بعد به اون میگیم جام جم. خدا به پدرت عزت بده که نام تو رو جمشید گذاشت. به راستی که برای ایران زمین فخری چنان جمشید داده. در تختگاه گفتی که زیج موثر مقدمات میخواد. حالا اگر بخوایم زیجی مهیا کنیم که از گزند بلایا مسئول بمونه، راه چاره چیه؟ راه چاره که دقت در
محاسبه مقدمات تعیین درجات نسبت وتر و جیب 1 درجه. پیشینیان هم بر این مهم کوشیدند و این مسئله حل نشده‌ایه که هر جا کارمون به اون بیفته باید مسامحه کنیم. حکیم توس هم اگر میخواست مسامحه کنه امروز از شاهنامه چیزی باقی نبود. بود؟ جمشید، بطلمیوس هم در المجستی گفته که برای استخراج و محاسبه قوسی که وتر و جیب اون معلوم باشه راهی نیست. البته شأن ایشون به جای خود، ولی کلامشون بی اشکال هم نیست. راضی هم جالینوس استاد خودش میدونست، ولی ایراداتی هم به نظریات ایشون داشت. ترجیح میدم در این مسئله چشم کلام خواجه نصیر داشته باشم. از این به بعد دیگه در موضع محاسبه اجرام نجومی رأی به حقیقت نزدیک‌تره. امیدوارم جمشید. خوب شد که تو هم اینجایی. اراده ما بر اینه که ساعتی رو با تو هم کلام بشیم تا از نحو زبان ترسایان آموزشی مبسوط ببینیم. هرچی حکم امیر بزرگ باشه. خب جمشید. دیدید که کسوف واقع شد. حال کلام اون مرد کاشانی بر مردم سنگین تر شد با ما. باید راه چاره‌ای جست. مردم به جای اینکه متوکل به حق باشند، عقل و علم خود را سند گرفتند. آیا اینها که میگوید، مینویسد و ترویج میکند دخالت در حکمت الهی نیست؟ جماعت را مشوش کردن و نگاه به آسمان داشتن دوری از راه حق نیست؟ آیا در سرزمین مسلمین افساد نمی کند؟ علما خود واقفند که کمتر از این خون رو مباح میکنه. و جناب سیف الدین، شما که همیشه در صف تندگویان به جانب حکومت بوده اید و این نوع رفتارها را نمیپسندیدید، چه شده است که سکوت اختیار کرده اید؟ والله که در عجبم که در کلام شما هیچ نگرانی و صداقت دین رسول الله نمی بینم. آنچه می گویید همه دام است و اسباب سیاست. من مشی و لقبیک و دربار و دیوان نمی بزندم، اما آنچه را که شما می گویید را ناپسندتر می دانم. جمشید کاشانی مردی است طالب علم که از علم خود صیدی از ایمان کسی به چنگ نیاورده است. اگر یک تن، فقط یک تن از این جماعت به راه هدایت قدم نهاده باشد، به والله که امروز بروید و استغفار کنید و این غوغا را رها که در آن نیکی و صحتی نمی بینم. و السلام. گر بزرگان بر رأی خود برقرار باشند و دعوی ارتداد و فساد جمشید رو فراهم کنند، جز این که حضرت حق به شما جزای لاهوتی عطا می کند، خاتون بزرگ از ناسوت برای شما هدایایی خواهد داشت. نگران سیف الدین نخشبی هم نباشید. هیچ گزندی از طرف او به ما نمیرسه. Io
molti amici a Firenze, ma dopo la chiesa ha condannato a morte mio padre. Io non ho potuto salutare nessuno di loro. Prega un giorno ci rivediamo. Tu اصلا میفهمی این چی داره میگه؟ یه cosa dici? E poi noi siamo qui. Il cielo di Samarcanda è pieno di stelle. Io voglio vedere le stelle del cielo. Vostra Maestà è uno che ama le scienze. Vostra Maestà è uno che ama le scienze. نمیدونستم امیر بزرگ خلوت کردن. نه خوب که آمدی. این آیبانوست، حتما اونو میشناسی. به درس و بحث نشستیم تا با این کلام راه جدیدی بر افق ما پیدا بشه. پس بیهوده مصدق اوقات شما نمیشم تا خاطر همایونتون آسوده باشه. اگر امیر رخصت بدن ما بقیه بحث رو به زمانی دیگر موکول میکنیم. هوش و ذکاوت تو برای ما جذاب و زیباست. به رسم لطف و نوازش این هدیه ایست برای تو. گرچه رد احسان امیر جرم بزرگیه، اما منو از پذیرش اون معاف بدارید. این مزد علم توست، بگیر. زن با فضیلتیه. اگر مرد بود شهرتش به میان مردان میرفت. زنان با فضیلت در سمرقند کم شمار نیستن و سرآمد همه آنان مهد اولیای ما الجایبه‌ای. چه چیز شما رو مشوش کرده؟ خبر آوردن در شهر ولوله‌ایه. بیم اون دارم که این بار گزندی به آرامش حکومت برسه. سبب؟ غیاث الدین جمشید کاشانی. های جماعت، به هوش باشید و آگاه که اون تشت‌های مسی که میزدی از بام افتاده و کوس رسوایی جمشید کاشانی را به صدا در آورده. همه بدونید که این مرد کاشانی مرتد و ملحد. این تردستی‌ها و جادوها همه از سر سحر و اباطیله و هدفش چیزی نیست جز نابودی دین مردم. علما هم اونو خارجی دونستن و از دایره اسلام بیرون. شک نکنید که این مرد کاشانی قرمتی و بس. والله اگه در مقابل این کفر و الحاد سکوت کنید خودتونم کافرید و ملحد. آی بانو، واقعیت امر اینه که فشار بر من هر دم زیادتر میشه.
پسرم، گولت من به اون حد رسیده که دین خودم رو به دنیای این سیاست ورزا نفروشم. اما جمشید مدت هاست که شمشیر کینه اینها از نیام به در اومده. بنقریب تیرای زهرآگینشون رو به سوی تو پرتاب میکنن. بیم اون دارم، واقعا بیم اون دارم که دل جوون و طبع لطیفت یارای زخامت نفس اونها رو نداشته باشه. ممنون محبت شما، ولی این یه عهد دیرینه است با دلم. دعام کنم خدا حفظت کنه، خدا حفظت کنه. بفرم. این سر و صدا و هیاهو برای چی؟ جماعتی اجتماع کردن و از امیر بزرگ استدعای برچیده شدن کفر و الحاد دارن. علما و بزرگان معترض رفتار و بیانات خواجه غیاث‌الدین شدن. اعتقادات و سخنان ایشونو بر مدار دین نمیدونن و اسباب گمراهی میشمارن. به اردایی بگو همه رو پراکنده کنه و چنانچه کسی سرکشی کرد از دم تیغ بگذرونه. اغلب بزرگان در این کلام هم سخن شدن. بهتر نیست امیرزاده جانب مصلحت رو رعایت کنن؟ من به فتوای اونها نیستم. ما مفتی بزرگ خودمون رو داریم. خبر این ماجرا به هرات هم رسیده. مطلع شدیم پدرتون، خاقان بزرگ، شاهرخ شاه، امام جدیری رو به سمت ما گسیل داشتند تا این قائله رو به خیر ختم کنن. اگر میدونستم به خاطر یه گردن آویز ما رو رها میکنی خودم برات ابتیا میکردم. من برای چی اینجام؟ سالهاست ما رو رها کردی و رفتی. احوالی نمیپرسی؟ من نبودم که تو رو از اون سالهای سرگردونی نجات دادم، زیر بال حمایت خودم گرفتم و بالیدی؟ از من چی میخوای؟ ما با هم وعده‌ای داشتیم، یادت نیست؟ والله که نمیگذارم گزندی به جمشید برسه، حتی به قیمت خون خودت. تو فکر میکنی کشتن تو و اون مردک کاشی در اون سالها کار سختی بود؟ تو از محبت من به خودت استفاده سو کردی. فعلا کسی با اون مردک کاشی کاری نداره. امروز از دست تو کاری بدیتر برمیاد. با خبریم از هم نشینید با اولوغ بیگ. ما فقط ازت میخوایم حرکتی به دستت بدیم. حرکتی به دستم؟ این دشنه زهرآلود رو به سینه همدرست بنشون.